ببینید 12 الی 16 میلیون سال قبل ما ریشه ای داریم که اینجا به نام ایپ‌ها یاد میشه. جد مشترک تمام گونه های میمون، جد مشترک همه گونه های میمون. در اینجا 6 میلیون سال قبل چی شده؟ این رشته جدا شده و یک رشته ای طرف آمده. ببینین گوریل، گیبون ها، شامپانزه ها، بونوبوها و انسان، اینا گونه ها هستند. گونه ها یک نوعی به نام میمونسانان یا میمون ها هستند. حالا ببینید شما با مثلا مشکلی ندارین با ایولوشن گربه ها، گربه سانان. نمیگین چرا شیر به پلنگ تبدیل نشد اگر اینها از یک نوع هستند. اما در پیرامون انسان مشکل دارین. چرا؟ چون عقایدتان را زیر سوال میبره. وقتی عقایدتان را زیر سوال میبره شما به همین خاطر چیکار میکنین؟ میایین و در برابرش بحث میکنین و قبولش ندارین. اگر عقایدتان را زیر سوال نمیبرد، مثل گرگسانان، مثل گربه‌سانان، مثل سایر حیوانات زیر سوالش نمیبردین، براتون مهم هم نمیبود. به همین خاطر است که شما گیر میتین، میگین اگر انسان از اینها هست پس چرا اینها امروز باقی ماندن؟ نه خیر، انسان از اینها نیست. اینا گونه های موازی با انسان هستند. هیچ کدام انسان از هیچ کدام اینها نیامده. انسان اینجا جد مشترک داره، اینجا جد مشترک داره. نیای مشترک ما با گوریل ها در این قسمت است. ما فقط ژن مشترک داریم با اینها، نه اینکه من گوریل بوده باشم از درخت پایین شده باشم انسان شده باشم. نه خیر، من گونه از میمون هستم که بعد چی میشه؟ اینها در این قسمت ها جدا شده، در این قسمت ها با ما نیای مشترک داره و نیای مشترک ما مثلا 4 میلیون و 600 سال قبل هست. 4 میلیون و به طور مثال 800 سال قبل هست. 12 الی 16 میلیون سال قبل هست، یا 6 الی 8 یا 4 الی 6 مهم نیست. اینجاست که ما چی کار میکنیم؟ میگیم چرا اینها پس انسان نشدن؟ اینها انسان نمیشن. چرا انسان نمیشن؟ به خاطر که گونه های موازی هستن. برادر شما نیست، به خاطر که موازی با شما زندگی میکنه. اینا موازی با ما زندگی کردن و ربطی نداره به این مسئله که ما بیایم اینا رو چی بگوییم نه باید اینها مثل ما باشن. مثل چی؟ مثل همون گربه‌سانانی که ما به شما دوستان نشان دادم. مثل که اینها نمیتونن یکی به یکی دیگه تبدیل شون. و فرقی میان ایولوشن میمون ها که یک نوع اونها، یک گونه اونها انسان است، و ایولوشن گربه‌سانان وجود نداره. متوجه میشین عزیزان؟ این است توضیحش و تشریحش. پس نگین که چرا به طور مثال خب کی میگه که پلنگ از نسل شیر است؟ پلنگ از نسل شیر نیست. کی میگه چیتا از نسل شیر است؟ یا ببر یا لیاپارد یا گپارد یا جیپارد برش میگن، نمیدونم. یا گربه های خانگی، من این گربه یک بیشتر در بغلم بود، کی میگه از نسل شیر است؟ ایولوشن چون این توضیح نمیده که بگه از نسل شیر است. ایولوشن میگه که اینا یک گونه هستند و او در ایولوشن برادر ژنتیکی شیر است. اما جهش ها متفاوت شدن و اندام از او، خواص از او، پوست بدن از او، پیگمنت ها، رنگدانه های بدن از او در روند ایولوشن تغییر کردن. در اثر چی؟ در اثر جهش ژنتیکی. جهش ژنتیکی چی است؟ جهش ژنتیکی در اثر چی به وجود میاد؟ علت چیست؟ آب و هوای منطقه، اتمسفر زمین و همچنان در پیرامون از او وجود میدان الکترومغناطیس و محافظت از اتمسفر زمین. جو زمین تا تاثیر داره بالای جهش ژنتیکی. و همچنان مهمترین چیز وجود رادیواکتیو یا رادیواکتیوی که ما برش میگیم، وجود از او باعث میشه که چی شود؟ جهشی که صورت میگیره در روند از او، در ردیف مولکول های شیمیایی از او، آدنین، گوانین، سایتوزین و تیمین چی بیاد؟ تغییرات بیاد. اگر یک تیمین جایش تغییر بخوره، از امون نوع یک گونه دیگه به وجود میآید. این گونه به وجود میآید، اما دیگه این میمانه چون موازی هستن این دو گونه. فقط در این تغییرات آمده. تغییرات اندام تبدیل نمیشه ای به ای، بلکه تغییرات در اندام های بعدی میآید. از این که دیگه ایولوشن براتون داروین ساده تر توضیح داده نمیتونه که ما در این شب پوش کردم براتون توضیح بدم. از این که در ایولوشن ساده نمیشه.